خدمت جناب جهانگیر دلو و بقیه درباریان، از اینکه بدون خداحافظی شما را ترک می کنم شرمنده‌ام، اما در این موقعیت که همگی در تدارک برگزاری عروسی ناز خاتون بانو هستید، صلاح ندیدم مصدع اوقات بشوم. همانطور که شاهد بودید این حقیر همه تلاشش را انجام داد بلکه بتواند قدم کوچکی در راه رشد و تعالی دربار و اصلاح امور مملکت بردارد و شما را از این خجالتی که گرفتارش هستید نجات دهد. بنابراین عطای مستشاری قبله به اصطلاح عالمتان را به لقای پادشاه دیگری که در شیراز حکومت می کند بخشیدم و راهی دربار زندیه گشتم. به شما نصیحت می کنم دست از آزار و اذیت رعیت بردارید و کمی هم فکر مردم باشید و الا به زودی تاریخ تومار شما را در هم خواهد پیچید و آن روز دیگر برای جبران دیر خواهد بود. جناب مستشار لطفا اینجا تخلیه کنید. بله، سوروسات عروسی و مثل اینکه داریم میچینین. بله الان تموم میشه، بفرمایید. برای همه شما از خداوند سلامتی آرزو میکنم و امیدوارم روزی برسد که همه امور بر اساس صلاح مملکت و رعیت پیش برود. از جناب گنجش که تنها با سواد شماست تقاضا دارم این نامه را برای دیگران بخواند و برای ثبت در تاریخ در دیوانش منعکس کند. ارادتمند شما، نیما زند کریمی. به تاریخ سخن من را به حساب یک بریده و پشت کرده به نظام نگذارید. چه اینکه مردمان ما را بخواهند یا نخواهند، مهم فرابردن این رسم پوزشگری است. مهم همان قدم نخست است. یک یا علی بگویید و از جا برخیزید. این 20مین نامه محمد نوریزاد به رهبر جمهوری اسلامی است که نگارش نخستین اون از شهریور 88 آغاز شد. حرکتی که زندان، شکنجه و تخریب شخصیت نوریزاد را در پی داشت و با فراخوان دعوت از شخصیت‌های سیاسی به نوشتن نامه سرگشاده به رهبر به نهضت نامه‌نگاری به رهبر موسوم شد. در این 2 سال گذشته متاسفانه فاجعه هایی توی جامعه ما رخ داده که جز نامه‌های سرگشاده نمیتونست از اونها یاد بشه. به هر حال بنده هم به سهم خودم تلاش کردم در این حرکت بزرگی که مردم این حرکت رو سامان دادن سهمی داشته باشم و با نگارش نامه‌های سرگشاده رهبر رو فرا بخوانم به این که این فاجعه آنقدر بزرگی که شما باید به او توجه کنید و نه اینکه با سکوت از کنار او عبور کنید. شما تشریف بیارین. شما تشریف بیار. شما تشریف بیار. بیا. بفرمایید. اینم برای شما، قربون شما. اینم برای شما. قربونتون شما. چه کاریه با داماد شما انجام میدیم؟ اون وقت بعد عروسی، روز بعد عروسی میایم واسه چی میزنین تو سر من؟ این مزخرفات را تو نوشته ای پدر سوخته. همین که همچین مزخرفاتی به ذهنش خطور کرده کافیست برای زدن گردنش. مرتی که حالا ما شدیم جهانگیر دلو، لقب نداریم، هیبت نداریم، مگه داری با نوکر بابا در میزنی؟ من که پدر سوخته. ما رعیت را آزار میدهیم؟ دربار قبله عالم تیمارستان است. پدر سوخته. پدر سوخته را در بیاوران. تو من پاریس را میشم. خودمان اینجا نشسته این دور بر نداره الکی. مالا قربان. خب مستشار، چگونه مرگی دوست داری؟ زجرکش دوست داری یا یهو همچین حذف فیزیکیت بکنیم؟ بلد؟ جان بلد. قیمه قلیان شکوفه تا ساعتی دیگر همه در کاخ حضور پیدا کنند. مالا قربان. بلند شو بی وجود. چند وقتی بود که تازه داماد دست نکرده بودیم. بلند شو. بیت معظمت به همه رسانه ها دستور فرموده که هر کجا اسمی و خبری از خاک پای قنبر غلام علی درج می کنند حتما از ضمیر و افعال جمع استفاده کنند. مثلا بنویسند و بگویند مقام عظمای ولایت فرمودند. برداشت شما از اینکه رهبر جمهوری اسلامی پاسخ نمیده به این نامه ها چیست؟
ایشون قائل به این نیستن که میتونه کسی ازشون سوال بکنه و ایشون باید جواب بدن. چیزی نیست که من بگم، خود ایشون میگن، دوستانشون میگن، وقتی ایشون میاد میگه خداوند نگذاشت من اشتباه بکنم، یعنی خودش اینطوری وصل به خدا میکنه، یا نماینده ولی فقیه در سپاه میگه که ما اصلا حق نداریم مبانی تصمیماتشون رو سوال بکنیم. طبیعتا سوال کردن از نظر آقای خامنه‌ای چیز مردوده و اگه سوال بکنه نتیجهش همین حمله اراذل اوباش حکومتی و فحاشی ها و در واقع پرونده سازی ها، دروغ پراکنی ها و منحرف کردن از آن. ببینید مسائلی که آقای نوریزاد مطرح کردن یا خود من مطرح کردن، دوستان دیگه مطرح کردن، چیزی مطمئنا اگر این مسائل روز جامعه نبود اصلا مخاطب پیدا نمی‌کرد. از اثرگذاری نامه‌ها به آقای خامنه‌ای کاملا ناامیدم. این حرف من نیست. من با اجازه شما یه حرفی از آقای ناطق نوری می‌خونم در کتاب خاطرات ایشون. این کتاب خاطرات آقای ناطق نوری، ایشون میگه که مقام معظم رهبری کسی نیست که به ایشان خط بدهیم. اصلا ایشان اگر احساس کنند یک جریان میخواد چیزی را به ایشان تحمیل کند ولو حق هم باشد، باز هم موضع میگیرد و رد میکنه. یعنی جزء افتخارات آقای خامنه‌ای اینه که اگه حق هم باشه، اگه عده زیادی بهشون میگن، ایشون موضع گیری میکنه. ببینید آدم با این خصلت ها قطعا نامه‌نگاری بهش تاثیر مثبت که نداره، هیچ تاثیر منفی هم داره و کینه هاشو بیشتر میکنه. اما به نظر من تاثیرش در جامعه هست، اثرش رو گذاشته. دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جاودان.